بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، شيخ الإسلام قدس الله روحه ونور ضريحته در عقیده واسطیه در باب اثبات صفاتهای الله سبحانه و تعالی یک چند آیاتها را ذکر کردند و گفتند که ما یعنی اهل سنت و جماعت الله سبحانه و تعالی را وصف میکنیم چگونه ای که الله تعالی خود را وصف کرده است. ما از پیش خود به الله تعالی یگان صفت اضافه نمی کنیم و یگان صفتی که الله تعالی ذکر کرده است و به خود وصف کرده است و انکار هم نمی کنیم. به صفتهای مخلوقات مانند هم نمی کنیم. بعضی انسانها شیخ الاسلام ابن تیمیه را جسمیه میگویند و پیروانشان را جسمیه. برای چی جسمیه؟ میگن به الله تعالی جسم اثبات میکند. حاشا، الله تعالی نگاه دارد که به الله سبحانه و تعالی جسم اثبات کنیم. خود کلمه جسم اثبات نشده است به الله سبحانه و تعالی، نفی هم نشده است. الله تعالی اثبات هم نکرده است، نفی هم نکرده است. الله تعالی نگفته است که الله تعالی جسم دارد حتی شیخ الاسلام اثبات کند. شیخ الاسلام اثبات نمیکنه هر چیزی که الله تعالی اثبات نکرده است و انکار هم نمیکنه هر چیزی که الله تعالی انکار نکرده است. گپ نمیزنند. برای چی؟ برای اینکه الله تعالی سکوت کرده است، هیچ چیزی نگفته است، بلکه گفته است که لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست گفته است. انسان ها اگر جسم داشته باشند مثل الله تعالی چیزی نیست، یگان مخلوق مثل الله سبحانه و تعالی نیست. این نفی مجمل است از جانب الله تعالی. الله تعالی وقتی که صفاتها را به خود اثبات میکند مفصلا به تفصیل بیان میکند، اما وقتی که نفی میکند مجملا نفی میکند. مانند الله تعالی چیزی نیست، به الله تعالی چیزی برابر نمیشود. الله تعالی شریک ندارد و همین گونه. و در این درسی که امروز برای شما شرح میدهیم، شیخ الاسلام رحمت الله علیه چندین آیات ها را ذکر میکنند که اکثرش آیات هایی که بعض صفات ها را از الله تعالی نفی میکنند. تا امروز چندین آیات ها بود. در همه این آیات ها الله سبحانه و تعالی بعض صفات ها را به خود اثبات میکرد. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند و قوله تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، و این چنین قول الله سبحانه و تعالی را خوانید و دانید که در اینجا الله تعالی خود را وصف کرده است و به خود بعضی صفات ها را اثبات کرده است. از جمله الله تعالی که تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، مبارک است نام پروردگارت. در اینجا اثبات صفت اسم، یعنی الله تعالی نام داشته است. و دیگر این است که نام الله سبحانه و تعالی مبارک بوده است، به برکه است. واقعا اگر یک شتر یک تانینه را بسم الله گفته کشید، یک تان گوشت حلال است. اگر بسم الله نگفته کشید، یک تان گوشت حرام است. انا مبارکی نام الله تعالی. به نام الله تعالی هر کار به نام الله تعالی می شود. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از در آمدن به حاجت خانه بسم الله اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث میگفت. به نام الله می درایم پیش از در آمدن. به نام الله می درایم پروردگار، من از جنهای نر و ماده به تو پناه می طلبم. ولی بعضی ها میگن که من دامله‌های 60 ساله من نو فهمیدم که پیش از حاجت خانه هم بسم الله میگفته است. هیچ گپ نداره. داخل پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از در آمدن در بیرون گفتن، وقتی که میبر آمدن با غفرانک میگفتن. و نام الله تعالی را حتی پیش از علاقه و خفت و خواب همدیگر باید بگوید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر یکی شما به اهلش نزدیک شود و بسم الله اللهم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا بگوید و اگر در تقدیر آنها فرزند نصیب باشد، شیطان با آن فرزند ضرر نمیرساند.
و انسان وقتی که به خانهش میداره بسم الله میگه، شیطان ها در بیرونی در میماند، میگن در اینجا برای ما جای نیست. اگر بسم الله نگوید با دیگر شیطان ها رو فریاد میکنه بیایید اینجا جای خوب است. و وقتی که طعام رو بسم الله گفته شروع میکنید، شیطان ها دست میبردارن. اگر بسم الله نگوید، شیطان ها همراهتون از طبق شما میخورن. و همین گونه در خفت و خواب بسم الله باید ضرور است، حتی پیش از کشیدن لباس. کسی که اگر بسم الله گفت، چشم جن ها دیگر نمیبینه. نام الله تعالی مبارک است. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. غیر از این که در این آیت اثبات خود اسم که الله تعالی دارای اسم است، یعنی الله تعالی نام دارد. اون چیزی که نام نداره و چیز نیست. هر چیزی که هست و نام دارد. تبارک اسم، مبارک است اسم پروردگارت. اثبات صفت مبارکیت به نام الله تعالی که نامهاش مبارک است. و این چونین ربک، پروردگاری تو. پروردگار یعنی صاحب، آفریدگار، تربیت کننده. این کلمه رب به دیگر چیزها هم اطلاق کرده می شود. مثلا من رب هذا البیت، کی صاحب این خانه گفته میشه در لغت عرب. کی صاحب این خانه، کی صاحب این اسب گفته میشه. رب هذه البلده، پروردگار این شهر، یعنی امیری شهر یا که رئیسی شهر یا صاحب این خانه. به همین معناهای هم می آید. خیلی که الله تعالی که رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. تو بگو ای فرزند آدم که پروردگارا پدر و مادری مرا رحم کن، خیلی که آنها مرا در خردسالی هم تربیت کردن. کما ربیانی، خیلی که پدر و مادرم در خردسالی مرا تربیت کردن. اونها هم پروردگار بودن، لیکن پروردگار ضعیف، پروردگاری که همه حاجتهای شما را نمیتواند روا کند. پروردگاری مثلا وفات کننده، پدر و مادرها از دنیا میگذرند. پروردگاری هست که بیمار میشه، یعنی پروردگار تربیت کننده اونجا. اما صفت پروردگاری با الله تعالی این صفت کمال است. پروردگاری تمام عالمیان است. الحمدلله رب العالمین. حمد به اون اللهی که رب عالمیان است، پروردگاری تمام عالم است. ابن کثیر چند قولها را آوردن و قیل با صیغه تمرید آوردن که 18,000 عالم گفته. عالم بی عدد است. عالم، عدد عالم را غیر الله تعالی کسی نمیدونه. عالم مورچه ها، عالم ماهی ها، عالم فرشته ها، عالم جن ها، عالم انس ها. همین گونه پروردگار عالم تربیت کننده و آفریدگار و سازنده تمام عالم است که این صفت خاص الله سبحانه و تعالی است. ذی الجلال والاکرام. الله سبحانه و تعالی ذات است که صاحب جلالت است، بزرگی است. والاکرام، صاحب اکرام، یعنی الله تعالی ذات است که احترام کرده می شود. اگر الله تعالی سخن کند، فرشته ها همه بیهوش میشن، از جبریل شروع. از جهت بزرگی الله سبحانه و تعالی. والاکرام، الله تعالی ذات است که او را اکرام کرده می شود. سخنهای او اکرام کرده می شود، به بالا گذاشته می شود. بی طهارت قپیده نمی شود سخن الله تعالی. و این چونی الله تعالی پیغمبرها و بندگان صالح را احترام میکنه، اکرام میکنه. یعنی در این آیت خیلی که دیدید صفتهای مبارک بودن نامش، اثبات خود نام به الله تعالی، صفت پروردگاری، صفت جلالت و بزرگی و صفت اکرام الله تعالی اثبات کرد. و قوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا. تو پروردگار عالم الله تعالی را عبادت کن، یگانه پرستش کن و در عبادت الله تعالی صبر کن. بله، عبادت تکرار شونده است. هر شب قیام اللیل است، هر روز نماز بامداد است، هر روز ذکر سحر هست، هر روز نماز پیشین هست. 5 وقت نماز هر روز تکرار میشه. هر روز باید ذکر کنید، هر روز باید عبادت کنید. واستبر العبادت، در عبادت الله تعالی صبر کن و با صبر وصیت کن دیگرها را. هل تعلم له سمیا،
تو آیا یگان شخصی را میدونی که هم نام الله تعالی باشد؟ استفهام انکار. یک معنای سمیعاً هم نام، یعنی یگان شخصی را میدونی که نامش الله باشد؟ نه، ندارد. یا اینکه هل تعلم له سمیعاً، آیا یگان شخصی را میدونی که هم نام الله تعالی باشد؟ الله سبحانه و تعالی مثلا عزیز است، حکیم است و این نامش به خودش موافقت میکنه. یکی از قاعده های بزرگ نام ها و صفات های الله تعالی که در درس اول یا دوم چند قاعده ها را گفته بودیم، یکی از قاعده های بزرگ در نام های الله تعالی این است که اسماء الله اعلام و اوصاف، نام های پروردگار عالم اعلام است، هم نام است هم صفت است. یعنی به همین نام الله تعالی نامگذاری شده است و هم به همین صفت هایی که همین نام دارا است الله تعالی موافقت میکند. این نمیگه فقط یک نام گذاشتگی به نامش موافقت نکند، نه، نام الله تعالی به خود ذاتش و صفتهایش موافقت میکند. الله تعالی کریم است، واقعا کریم است. کریم کی؟ کریم سخی نیست ترجمهش. سخی این آدم است. سخی میدهد، یک چی امیدوار است در مقابلش، هیچ نباشد از الله تعالی امیدوار است که اجر دهد یا عوضی نیک دهد. یک سوم خیر میکنه الله تعالی 700 و زیاده از این میگرداند. این را میدانند آنهایی که لذت خیر و لذت صدقه چشیدند و راحتی آن را چشیدند. اونا میبرارند با مقصد چی؟ با مقصد زیاد کرده گرفتن و این بهترین تجارت است. تجارت با همراه الله تعالی هست. قرض میتید به الله تعالی اضافه کرده میتید. به الله تعالی اجازت است که پول شما را اضافه کرده دهد. خب الله سبحانه و تعالی خلاصه به نامش موافق است. کریم گفتیم ذاتی است که میدهد و بر مقابلش هیچی نمیخواهد. در مقابلش مثلا حاتم طایی هم کریم بود، سخی بود، در مقابلش شهرت میخواست که نامش در تمام دنیا ورد زبان شود. شد. همه حاتم طایی را با سخاوت میشناسند. واقعا شخصی سخی بود، لیکن به عوض بود. میخواست که مردم او را ذکر کنند، میخواست نامش در همه جا ذکر شود. اما الله سبحانه و تعالی میدهد، بر عوضش هیچی نمیخواهد. کریم است. خلاصه نامهایش به خود الله سبحانه و تعالی موافق است. شاید در بین بنده ها یگان آدم داند که نامش کریم است از بنده های بخیلترین خلق الله تعالی باشد، یعنی نامش به اسمش به صفتهایش موافقت نمی کند. اما الله تعالی اعلام و اوصاف است. نامهایش هم علم است، با آن نامها شناخته میشد، هم وصفهای الله تعالی است. از هر یک نام صفت گرفته میشد. هل تعلم له سمیعا، آیا یگان هم مثل و مانند به الله تعالی را میدانی که به نامهایش و صفتهایش موافقت کند؟ نیست. استفهام انکار است. یعنی استفهام است، در اینجا الله تعالی سوال داده است، لیکن در ضمن سوالش رد کرده است که هم مثل و مانند ندارد. اینجا نفی صفتی هم مثل به الله تعالی. سمیون یعنی نظیر، برابر. ولم یکن له کفوا احد، و الله سبحانه و تعالی کف ندارد. کف چی است؟ کف یعنی برابر، در لغت عرب به معنای نظیر، هم مثل، مانند. الله سبحانه و تعالی ولم یکن له کفوا احد، و به الله تعالی کسی کف نیست، برابر نیست، نزدیک نیست، هم مثل و مانند نیست. در اینجا نفی مجمل است. الله تعالی مجمل کرده نفی کرد که یگان چیز در این دنیا به الله سبحانه و تعالی برابر و مانند نیست. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. این نهی است. الله تعالی گفت که به الله تعالی نیدها قرار ندهید. نیدون شریک. پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که بزرگترین گناه چی است یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفتند که ان تجعل لله ندا و هو خلقه. بزرگترین گناه این است که به الله تعالی شریک قرار دهی و حال آنکه الله تعالی تو را آفریده است.
الله تعالی تو رو آفریده است لیکن تو دیگر کس پرستش کنی. حالا اگر دیگر کسی اگر پدر گوید کسی غیری پدری خودش رو اگر پدر گوید دانسته لعنت کرده می شود. کسی که خود را به غیری پدرش نسبت دهد. حالا اون که یک مخلوق است. بعضی انسان ها فقط پدر است تمام. همین یک از وی رفتگی چیز همین علاقه کرده است تمام. همین که دیگه نه مادرش دیده است نه همین آدم ندیده. همین پدر است. اگر همین به خودتون نسبت ندید، آن آدمی که شما گرفته تربیه کرده و کلام کرده است همین به نسبت گناهکار میشید. باید پدری اصلی تو نسبت دید. چی جایی اکن الله سبحانه و تعالی که انسان را آفرید است. وقتی که انسان را الله تعالی آفرید، انسان دیگر کس را عبادت و پرستش میکنه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مثال زدند. گفتند که از همه بزرگترین گناه این شرک است. مثالش این است که یک آدم رفته از بازار برای خود یک غلام میخرد. غلام در لغت عرب به معنای عبدون، عبد این بنده، عبدالمطلب بنده مطلب، یعنی وقتی که بنده از بازار خریده میید همون بنده شما میشد، بنده شما میشد. بعد همون بنده را با چی مقصد خریدید؟ به همین مقصد خریدید که کسب داشته است، مثلا سرتراش است، خریده میبینید و بر تگی در نزد درت ها یک دکانی سرتراشی میکشید، میگید که اینجا کار کن، هر موضوعی که درآمد میکنی همش از آن من است، فقط از شما تعام دادنی همون غلامتان میرد خلاص، هر درآمدی که کرد به شما است. بنابراین غلامی که هنر دارد نرخش قیمت است. مثلا سرتراش باشه یا غلام علمدار باشد یا غلام پرهنر باشد یا غلام زیبا باشد، علل خصوص کنیزک نرخ و نواش قیمت میشه. پیر باشد کسل باشد اینا بگه میمورد پولش صرف میشه. بنابراین نرخ‌های غلام‌های هم فرق میکرد. خلاصه بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که همون غلام شما خریده آمدید و وی مهنت کرده است و هر پولی که جمع میکند در آورده به همسایه میدهد. این است مثال آن بنده که الله تعالی او را آفریده است و او غیر الله تعالی را عبادت میکند، در عبادت به الله تعالی شریک قرار میدهد. الله تعالی که فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، به الله تعالی شریک ها قرار ندهید حالان که شما میدانید که الله تعالی یگانه است، شریک ندارد. در اینجا نفی صفتی ند شریک، یعنی الله تعالی وقتی که ما رو نهی کرد که شریک قرار ندهید، یعنی این دلالت میکنه الله تعالی شریک ندارد. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله. آیت دیگری، از بین آدم ها شخصیت های هست که غیر الله تعالی برای خود شریک های قرار داده است، دیگر چیزها را برای خود اله گرفته است، معبود گرفته است، او را عبادت میکنه. یحبونهم کحب الله، آنها را دوست می‌دارند مانند دوست داشتنشان الله تعالی را. اینجا یک نکته است برادرای عزیز، واقعا ما در بین مسلمان ها بعضی مسلمان ها را شاهد شدیم که مثلا دعوای اسلام دارد، حتی نماز هم میخواند ولی الله تعالی را دوست نمیدارد. بله ظاهرا با زبانش میگوید من الله تعالی را دوست میدارم میگوید، لیکن یگان علامتی دوستداری در او دیده نمیشد. ببینه در اینجا الله تعالی مشرک ها را وصف کرده است که از بین انسان ها شخصیت های هستند که برای الله تعالی شریک ها قرار دادن و همون شریک هاشون دوست میدارن چه خیلی که الله تعالی را دوست میداشتن. آنها الله تعالی را هم دوست میداشتن، با شریک ها قرار دادن و این شریک های هم دوست میداشتن. با وجود همین اینها مشرک هستن، از دایره اسلام بیرون هستن، اینقدر محبت به الله تعالی داشتن چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعضی صحابه ها را پرسیدن که کم اله تعبدوا، چند خدای را پرستش میکنی؟ گفت که 7. کدام ها؟ گفت که 6 تا در زمین 1 تا در آسمان. بعد گفتن که در وقتی شدت، تنگی، مصیبت و مشکلی کدامش را پرستش میکنی؟ گفت که آنی که در بالا است. گفتن که این 6 تایی که در زمین است ترک کن،
همه یک توی که در آسمان هوای عبادت کن گفتن. مقصد این است که نیدون شریک به الله تعالی شریک ها قرار می دادن. الله تعالی را اعتراف داشتن، می گفتن که آسمان ها و زمین ها و مخلوقات و موجود ها را الله تعالی آفریده است. خب برای چی این 6 نفری که در زمین از سنگ و از لای و از درخت خودت ساختی، با خودت نام گذاشتی، ای را عبادت میکنی؟ میگوید که آخر اینها بیگناه هستند. درخت گناه ندارد، سنگ گناه ندارد. من اینها را عبادت میکنم تا اینکه اینا گناه نکرده است الله تعالی رو، مرا به الله تعالی نزدیک کناند. گفته عبادت میکردن. یعنی شرک محض نبود، شرک وسیله بود. میخواستن که با همین وسیله به الله تعالی نزدیک شوند. اونا واقعا دوست می‌داشتن الله تعالی رو، می‌خواستن که الله تعالی آنها رو عفو کند، می‌خواستن که الله تعالی آنها رو دوست دارد، لیکن با طریقه خطا. این آیت رد نفی صفت نید، یعنی شریک ندارد الله تعالی، چون که الله تعالی تنقید دارد آن شخصیت هایی که غیر الله تعالی رو به الله تعالی شریک قرار میدادند. آیت دیگری وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بگو ای پیغمبر الحمد لله، بگو حمد برای الله، حمد ستایش سزاوار الله است. الذي لم يتخذ ولدا، نفی فرزند. آن ذاتی که الله تعالی ذات است که برای خود فرزند نگرفت. نفی صفت فرزند. الله تعالی فرزند ندارد. من در اینجا الله تعالی نفی کرد از خودش، گفت که من فرزند ندارم. گفت ما هم اهل سنت و الجماعت از الله تعالی نفی میکنیم هر صفتی که الله تعالی همین صفت در من نیست. گفت الله تعالی گفت که الله تعالی فرزند ندارد در یک چند جای قرآن کریم. اگر الله تعالی فرزند دارد این صفتی نقص است نسبت الله تعالی، اما نسبت فرزندان آدم غالبا صفتی کمال است. آدم فرزنددار باشد این صفتی خوب است، یعنی عموم گیرید، نه در بعضی حالت ها. مثلا یک داماد آمد خواستگار شده به دختری شما، لیکن فرزند دارد، این صفتی نقص است در همین جا. برای چی؟ برای اینکه دامادی فرزنددار، دختری من دختری جوان است، دامادی بچه دار آمده است، صفتی نقص است در اینجا. لیکن عموم گیرید شخصیتی که صاحب فرزند است این صفتی کمال است، یعنی این صحت سلامت است، انسانی آبرو داشته است که مردم زن دادیان، قوت و سلامتی داشته است که الله تعالی برای این فرزند داده است. مثلا فرزنددار بودن عموم گیرید صفتی کمال است، لیکن به الله تعالی این صفتی نقص است. الله تعالی برای خود فرزند نگرفت، برای اینکه حاجت به فرزند ندارد، برای اینکه الله تعالی یگانه هست و هم مثل و مانند ندارد. وقتی که فرزند گیرد، فرزند جزئی پدر و مادر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من اغضبها اغضبنی، کسی فاطمه را غضب به غضب آورد من غضب به آورد است. فاطمه بضعه منی، فاطمه یک برده گوشتی من است، یک قطعه من است. من اغضبها اغضبنی، کسی که او را به غضب آورد او مرا به غضب آورد است. بنابراین فرزند انسان جزئی انسان است. الله تعالی فرزند نگیری برای اینکه او شریک ندارد، هم مثل ندارد. اگر فرزند میداشت فرزندش مثل خودش میشد. سبحانه، الله تعالی از فرزند پاک است. لم یتخذ ولدا، نفی. الله تعالی به خود فرزند نگیری. ما هم نفی میکنیم، یعنی انکار میکنیم، میگیم که الله تعالی فرزند ندارد، صفت فرزندداری در الله تعالی نیست. ولم یکن له شریک فی الملک، الله تعالی در ملکش شریک نیست. مثلا یک زواد دو کس خریدن، 10 کس شریکی شدن، شریک، یا یک ماشین 2 کس خریدن شریکی، یا یک دکان 2 کس خریدگی شریکی، یا 3 کس خریدگی، یا شرکت ها از همین کلمه شریک گرفته شده. چند نفر شریک میشد، سهم خود را میگذارد، بعد همون شرکت تشکیل میدهند. ولم یکن له شریک فی الملک، الله تعالی در ملکش شریک ندارد. تمام زمین و آسمان و مخلوقات و موجوداتی که در بالای آنها و بین آنها هست، همه آن از آن یگانه الله است. یعنی نفی شریک در ملکش و در همه چیز. ولم یکن له ولی من الذل،
الله تعالی دوستی از جهت خاری ندارد، یعنی مطلقا ولی را نهی نکرد، نفی نکرد. الله تعالی مطلقا از خودش صفت دوست را انکار نکرد، چون که الله ولی الذین آمنو در جای دیگر در سوره بقره گفت که الله تعالی دوستی آنهایی که ایمان آوردند گفت. لیکن در اینجا ولی را از خود انکار کرد و گفت که الله تعالی لم یکن له ولی من الذل. الله تعالی از جهتی خاری و زاری برای خودش دوستی نگرفت. مثلا همین دولت ها، ببینید چند دولت ها به هم دیگر دوست میشن. برای چی؟ و شرطنامه ها میبینن در صورتی به من یگان دشمنی متجاوز حمله کردن، تو به من همراه شده مرا دفاع میکنی. یعنی حتی بعضی دولت هایی که به هم دیگر دشمن بودند، وقتی که دشمنی سوم پیدا شد، برای ایمن ماندن از خوف دشمنی سوم با دشمنی اولشان دوستی کردند. اینه میگوید که ولی من الذل، از جهت خاری دوستی کردند. مثلا در تاریخ هم هست که بعضی دولت های نصرانی ها آمده با دولت های مسلمان ها دوستی کرده هستند، نه از جهت دوستاریشان بلکه از جهت خاریشان که ما رو در پناهت بگیر، بیا با هم دوست شویم، با هم دوست شویم. اگر به تو هم حمله کردم ما کمک میکنیم، به ما هم حمله کردم تو کمک کن، همدیگر رو دستگیری کرده دولت های به هم دوست میشویم. گفته آمده دوستی میکنن از جهت خارگی، از جهت زارگی، از جهت حاجتمندیشان. ولم یکن له ولی من الذل. الله سبحانه و تعالی ولی دوست ندارد از جهتی آنکه الله تعالی محتاج شود به دوست. دوستی انسان بسیار باشد، یار و رفیقاش دوست بسیار باشد، خوب است برای آنکه او را دستگیری میکنند، چون که حاجت دارد به دستگیری. اما الله سبحانه و تعالی ندارد. الله تعالی دوست ها گرفت از برای خودش پیغمبرها، برای خودش مؤمنها را دوست گرفت فقط برای خیر و سخاوت و یاری، نه برای از آنها یاری پرسیدن. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. حدیث قدسی از در صحیح مسلم. ای بندگانم، اولینتان یعنی آدم علیه السلام، آخرینتان آن آدمی که پیش از قیامت به دنیا می آید و قیامت قایم میشد، انسکم و جنکم، انسان هاتان و جن هاتان، همه شما اگر کانوا علی اتقا قلب رجل واحد، در این دنیا با تقوادارترین مرد دنیا کی باشد، همتان مثل او باشید. یعنی مثل حضرت محمد علیه السلام در دین و در تقوای و پرهیزگاری باشید. ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، این در ملک من یک چیزی را زیاد نمیکنه. و اگر همه شما که افجری خلق الله، مانندی بدترین خلق الله تعالی، فاسقترین و کافرترین خلق الله تعالی باشید همتان، ما نقص ذلك من ملکی شیء، یعنی از ملکی من چیزی کم نمیکنه. الله تعالی به عبادت بندگان محتاج نیست، به هیچ چیزی محتاج نیست الله سبحانه و تعالی. ولم یکن له ولی من الذل، الله تعالی دوست نداشت که از جهت احتیاجمندی به خود دوست گرفته باشد. و کبره تکبیرا، الله تعالی را بزرگ شماریدنیه. الله تعالی الله اکبر بگو، الله اکبر و کبیرا بگو. الله تعالی رو در قلبت، در زبانت، در وجودت از همه چیز بزرگ و کلان شمار. در اینجا نفی صفت فرزند و نفی شریک و نفی دوستیه که الله تعالی از احتیاجمندیش به خودش دوست گرفته باشد ندارد این خیل چیزا. و کبیره تکبیران، الله تعالی رو بزرگ شمار چون که او ذات بزرگ است. اثبات صفت بزرگیت به الله تعالی و نفی یک چند صفت هایی که در بالا گذشت. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. آیت دیگر الله تعالی را تسبیح میگوید آن چیزهایی که در آسمان ها هست و آن چیزهایی که در زمین هست. تسبیح میگوید یعنی سبحان الله میگوید. الله تعالی پاک است میگوید. از چی پاک است؟ از عیب، از نقصان، از صفاتهای کمبودی الله سبحانه و تعالی پاک است. از هر یک وصفی بدی که مشرک ها، کافر ها الله تعالی را وصف کردن، الله سبحانه و تعالی از وصف آنها پاک است.
از تمام صفتهای کمبودی، صفتهای نقص، صفتهای بد، صفتهای پست الله سبحانه و تعالی پاک است. او را پاک می شمارند تمام آنهایی که در آسمان ها و در زمین ها هست. و این من شیء الا و یسبح بحمده، چیزی نیست مگر به الله تعالی تسبیح میگوید الله تعالی همه چیز تسبیح میگوید سبحان الله، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن شما تسبیح آنها را نمیفهمید. سبحان الله گویی مخلوقات دیگر را، حتی جمادات، پردمیت ها، گیاه ها، حیوان ها، همه به الله تعالی تسبیح میگوید. له الملک، ملک از آن الله تعالی است، اثبات صفت ملک. و له الحمد، حمد و ستایش. حمد کلمه ای که هم در حالت خرسندی هم در حالت مصیبت گفته میشد. همه حالت برای او حمد گفته میشد. این کس نیست دیگر که همه وقت رحمت گویید، زندم رحمت گویید و تیدم رحمت گویید، نیست این کس. بنابراین حمد از آن الله تعالی است. له الحمد و له الملک و له الحمد. ملک از آن الله تعالی است، حمد از آن الله تعالی است. و هو علی کل شیء قدیر. الله تعالی به همه کار قادر است، به همه کار الله سبحانه و تعالی قادر است. اثبات صفت قدرت، اثبات صفت ملک، اثبات اینکه الله تعالی سزاوار حمد است. و وقتی که الله تعالی را از تمام صفتهای عیب پاک شماریدن، این دلالت میکند که همه صفتهای کمال الله تعالی آن را دارا هست. الله تعالی دارای صفتهای کمال است. وقتی که از الله تعالی صفتهای کمبودی و نقص و پست را نفی میکنیم و انکار میکنیم، ضدش این است که اثبات صفت کمال است. آیت دیگری تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تبارک الذی نزل الفرقان، مبارک است الله تعالی، خودش مبارک است، غیر از اینکه نامش هم مبارک است، خود الله تعالی مبارک است. الله تعالی مبارک است، ذاتی که برکه در دست اوست، برکه میدهد، زیاد میکند کم را. ببینید از یک آدم در روی زمین اینقدر آدم های زیاد آفرید. مبارک است الله تعالی، آن ذاتی که قرآن را نازل کرد. اینجا به لفظ فرقان آمده است. یکی از نام های قرآن کریم فرقان است. فرقان از کلمه فرق گرفته شده است، یعنی حق و باطل را جدا میکند. مبارک است آن ذاتی که قرآن را به بنده اش نازل کرد. بنده اش یعنی محمد صلی الله علیه و سلم. این اضافه تشریف، بنده اش گفت، بنده را به خودش اضافه کرد، بنده الله گفت، اضافه تشریف و اکرام، همچون احترام، بنده الله گفت. لیکون للعالمین نذیرا، الله تعالی قرآن را به بنده اش نازل کرد تا اینکه بنده اش مردم را نذیر باشد، بین کننده و ترساننده از عذاب الله تعالی باشد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را از عذاب الله تعالی ترسانیدند. الذی له ملک السماوات والارض، الله تعالی ذات است که ملک آسمان ها و ملک زمین ها از آن الله تعالی است. اثبات صفت ملک، انا میگوید که همین اسب از آن کی است؟ از آن فلانی. اثباتی انا همین ملک به فلانی. وقتی که میگوید که ملک آسمان ها و زمین ها از آن الله تعالی است، اثبات صفت ملک به الله تعالی هست. ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک، الله تعالی ذات است که فرزند نگرفت. نفی فرزندداری، انکار آن که الله تعالی فرزند ندارد. ولم یکن له شریک، الله تعالی شریک ندارد در ملکش و در عبادتش هم ندارد، لیکن مردم قرار دادند. و خلق کل شیء، الله تعالی همه چیز را آفرید. اثبات صفت پرور خالقیت، الله تعالی آفریده است همه چیز را. فقدره تقدیرا، وقتی که همه مخلوقات را آفرید بعد آنها را تقدیر، اجل گذاشت. و هر یک مخلوق اجل گذاشت. وقتی که هر یک مخلوق را اجلش که فرا رسید بعد نیست و نابود میشد. اثبات صفت خلق به الله تعالی. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون
عالم الغیب و الشهادة فتعالى عما یشرکون. آیت دیگری الله تعالی میگه که متخذ الله من ولد. الله تعالی برای خود فرزند نگرفت. برای چی این گپ ها رو بارها گفته ایستاده است؟ برای اینکه یهودا گفتن که عزیر ابن الله، عزیر بچه الله است، پسر الله است. و قالت النصارى المسیح ابن الله، نصرانی ها گفتن که مسیح پسر الله است. و عرب ها گفتن که فرشته ها دختر الله است. نعوذ بالله. متخذ الله من ولد. الله تعالی برای خود فرزند نگرفت. و ما کان معه من اله، همراهی الله تعالی دیگر الهی نبود، دیگر ذاتی نیست که پرستش کرده شود، سزاوار عبادت و پرستش باشه. اذا لذهب كل اله بما خلق. اگر در این عالم غیر الله تعالی باید خدای دیگر میشد، باید الهی دیگر میشد، ذاتی که سزاواری پرستش میشد یکی دیگر. اذا لذهب كل اله بما خلق. هر یک اله یکی از صفاتش اینکه خلق کردگی است. من الله تعالی ما را آفرید، زمین ها را آفرید. اگر فرزن، الله تعالی مثال عقلی آورد، فرزن اگر در این دنیا دو اله میشد، غیر الله تعالی با دیگر اله میشد، هر یک اله به آن چیزی که خودش خلق کرده است به بالای دیگریش کلانیگری میکرد. مثلا میگفت که ای شریک، مثلا بگو مخلوقات خود را، انسان ها رو تو آفریدی، مثلا حیوان های مرا نخورن، حیوان ها رو این خدا آفرید. مثلا دو خدا که شد، نصفی مخلوقات رو اینش آفریدگی است، نصفی مخلوقاتش رو این آفرید، نصفی زمین و آسمان از آن این است، نصفش از آن این است. این فرزن. اگر این خیل میشد، هر دو خداها با همدیگر جنگ میکردن. میگفت که آیا انسان هایی که تو آفرید، گاو و گوسفند هایی که من آفریدم خورده است، بگو نخورد. اینش میاد که گاو و گوسفندای تو علف هایی که من آفریدم خورده ایستاده است. مثلا آن یکی خدایی که مثلا کوه آفریده است، میگه که زمین، میگه از بالای زمینت کوه من میگیرم تا اینکه زمینت ملایم شود و دیگه مردمت راه گشته نتونن. مثلا یا گفت که آفتاب من نمیبرورم برای آنکه مثلا آفتاب از آن من است، من نمیخواهم با، یعنی خیلی که بعضی دو دولت ها با همدیگر جنگ کنن، همدیگرشون تحریم های اقتصادی میکنن و گازشون رو نمیتین و بنزینشون رو نمیتین برای اینش عذاب دادن، همین خیل میکنه. الله تعالی میگه که اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. بعض خداها بالای دیگر خداها کلانیگری میکنن. این میگه من فلانی آفریدم، من فلان چیز آفریدگی هستم و این همدیگر جنگ و جدال میکنن. در دیگر آیت هم که لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر در این زمین و آسمان ها غیر الله تعالی با یگان الهی دیگر میشد، زمین و زمان ویران میشد. این دلیل عقلی است برادران برای اثبات الله تعالی. این رو در نماز تراویح یک جوشته، بعد 4 رکعت یا آدم امر معروف کرد، بعد میگه تمین اثبات وجود الله تعالی رو گفت زده است که الله تعالی هست. برگ بین، نغز برگ به نگاه کن. وقتی که این برگ به نگاه میکنی قدرت الله تعالی رو میفهمیم. فلسفه در آمده است. بعد من گفتم که اصلا به مسلمان ها اثبات صفت الله تعالی شرط نیست. چخیلی که آفتاب بودنش دلیل در کار نیست، برای اثبات هستی آفتاب دلیل لازم است؟ لازم نیست. همه بچهش میبینه تمام. هستی الله تعالی روشن‌تر از آفتاب است. بنابراین حاجت نیست که الله تعالی رو به مردم اثبات کنی. اگر در کار شاید الله تعالی آیات‌های بسیار عقلی، اگر عقلی فهماندنی باشی، آیات‌های بسیار آورده است مانند همین. منو ببینید، اگر در این عالم غیر الله تعالی با دیگر اله میشد، اله ها با همدیگر کلانیگری میکردند، با همدیگر جنگ میکردند و زمین و آسمان ویران میشد. سبحان الله عما یصفون. الله تعالی پاک است از آن وصفی که مشرکا الله تعالی رو وصف میکنن. فرزند دارد و فرزند داشته باشه و شریک است، الکی میراث خور است. سبحان الله عما یصفون. پاک است از الله تعالی از آن وصفی که مشرکا الله تعالی رو چنین وصف میکنن. ما باید الله تعالی رو وصف کنیم چه خیلی که الله تعالی خود را وصف کرده است و انکار کنیم اون صفاتایی که الله تعالی از خود انکار کرده است. عالم الغیب و الشهاده. الله تعالی داننده غیب
داننده شهادت است. یعنی آن چیزی که شهادت است، یعنی آن به مردم هم معلوم است، الله تعالی رو میداند. مثلا روز شد، هوا گرم شد، هوا خنک شد، نه همه فهمید. این شهادت است. این مردم هم دانستند، الله تعالی میدانست این را و میداند. غیب هم میداند الله تعالی، فردا چی میشود، بعد 1 سال چی میشود. داننده غیب و حاضر است. فتعال عما یشرکون. الله تعالی عالی است، ذات بلند و پاک است از آن صفتهای پست و بدی که مشرک ها به الله تعالی نسبت میدهند. آیت دیگری، در این آیت الله تعالی از خود فرزند را نفی کرد و غیر الله تعالی دیگر اله نبودن را هم نفی کرد. گفت که الله تعالی یگانه، شریک نداره، یعنی شریک را از خودش نفی کرد و به خود صفت علم را اثبات کرد که الله تعالی داننده غیب ها، عالم. الله تعالی عالم یگان جانده عالم نآمده است، عالمی مطلق، عالمی خالی، بلکه عالم الغیب و شهاده آمده است. برای اینکه عالم گفته میشه به اون شخصی که علم دارد. الله تعالی فقط عالم نیست، عالم الغیب و شهاده، داننده غیب و داننده حاضر. حاضر هم میداند، غایب هم میداند. الله تعالی مثل الله تعالی کسی نیست. یعنی الله تعالی با نام فقط عالم خود را وصف نکرده است. عالم الغیب و شهاده آمده است و علیم آمده است. علیم صیغه مبالغه عالم، یعنی بی‌نهایت علم دار. فلا تضربوا لله الامثال ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. با الله تعالی مثال ها نآورید، الله تعالی رو به مخلوق ها مانند نکنید. الله تعالی میداند، شما نمیدانید. اثبات صفت دانستن به الله تعالی علم و انکار صفت مثل. الله تعالی هم مثل و هم مانند ندارد. مشرک ها میگفتند که ان الله اجل من ان یعبده الواحد منا. الله تعالی بزرگتر است از آن که یکی ما الله تعالی را عبادت کنیم. فلا بد من اتخاذ واسطه بیننا و بینه. ما باید بین ما و بین الله تعالی یگان واسطه گیریم. فکانوا یتوسلون الیه بالاصنام. بنابراین آنها صنم ها را عبادت میکردند، صنم هایی که از درخت، از تخته، از چوب، از سنگ، از لای ساخته شده است، از چیزهای بیگناه، آنها را عبادت میکردند. تشبیها له بملوک دنیا. میگفتن که ما باید الله تعالی را مباشرتا به واسطه پرستش نکنیم. الله تعالی ذات بزرگ است. ما خیلی که پادشاه ها را، یعنی به نزد آنها هر وقتا که خواهیم در آمده نمیتوانیم، با واسطه وزیرای، با واسطه شناس ها میدراییم و سخن خود را میرسانیم. همین گونه ما باید سخنهایمان را به واسطه رسانیم. گفتن بعد الله تعالی همین آیت را نازل کرد که فلا تضربوا لله الامثال. با الله تعالی مثال نبیارید، الله تعالی را به مخلوق ها مانند نکنید. نگویید که خیلی که به نزد رئیس و به نزد راهبر بی واسطه در آمده نمیشد، به نزد الله تعالی هم بی واسطه در آمده نمیشد. نگویید از الله تعالی شب است، روز است، در کجای دنیا باشد، از الله تعالی با کدام زبان باشد بپرسید، الله تعالی شما را میشنود. آیت دیگری که با همین آیت صحبت رو به خاتمه میرسانیم، الله تعالی میگوید که قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بگوی پیامبر صلی الله علیه وسلم، انما حرم ربی الفواحش، پروردگار من فاحشگی را من کرد، حرام کرد. فاحشه کدام نوعی آن باشد حرام است. ما ظهر منها و ما بطن، آن فاحشه که در پنهانی می شود یا اینکه در آشکارا می شود، همش را الله تعالی حرام کرد. اثبات صفت تحریم. الله تعالی حرام میکند و حلال میکند. الله تعالی حق دارد که حرام کند و حلال کند. این صفت الله تعالی است که حرام میکند، بعضی چیزها رو به ما منع میکند، بعضی چیزها رو به ما اجازت میدهد. ما ظهر منها و ما بطن، هر فاحشه‌ای که آشکارا هست یا پنهانی است، همه آن را الله تعالی حرام کرد. والاثم، گناه را، جمیع گناه را، والبغی، ظلم را، بغیر الحق، یعنی ظلم را الله تعالی حرام کرد. و ان تشرکوا بالله،
ما لم ينزل به سلطان. و اینکه به الله تعالی کسی را یا چیزی را شریک بیارید، آن کس و چیزی که الله تعالی سلطان دلیل و حجت نازل نکرده است به آن که وی هم مثل مانند الله یا شریک الله تعالی باشد که او را شریک قرار دهید و پرستش و بندگی کنید. الله تعالی یگانه ذاتی که پرستش و بندگی کرده میشه. ابن کثیر رحمت الله علیه گفته که الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده. آن ذاتی که آسمان های و زمین های و آفتاب و ماهتاب و شب و روز و ستاره های و اینقدر مخلوقات عظیم را آفریده است تنها خودش به شریک، او هست سزاوار عبادت. برای الله تعالی شریک پرستش قرار ندهید و پرستش نکنید. الله تعالی فاحشه را حرام کرد، گناه را حرام کرد، ظلم را حرام کرد و اینکه به الله تعالی شریک بیارید و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و اینکه به الله تعالی آن چیزی که الله تعالی نمیدانید نسبت دهید. از نام الله تعالی بگویید آن سخنی را که نمیدانید. یعنی وقتی که همین کار مستحب است میگویید، بین 4 رکعت تسبیح خواندن خوب است میگویید، مثلا شما بدون علم به الله تعالی اثبات کردید که الله تعالی همین را دوست می‌دارد، گفتید علم ندارید، از نام الله تعالی شما سخن کردید و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. این بین همسایه شرک آورد الله تعالی. به علم از نام الله تعالی سخن کردن، از نام شرط نه که شما الله تعالی گفت گویید. وقتی که مستحب گفتید، معنای مستحب چی است؟ معناش اینه که الله تعالی اینو بد می‌بینه، دوست می‌داره. مکروه گفتید، معناش چی است؟ یعنی الله تعالی اینو بد می‌بینه. شما با الله تعالی همین چیز را اثبات کردید که الله تعالی بد می‌بینه یا دوست می‌داره. اگر بدون علم باشد، این همسایه شرک است در قرآن. و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. وقتی که یک گناه را با یک گناه در قرآن همسایه می‌بیارد، دلالت به حرمت آن می‌کند، به بزرگ بودن آن. بنابراین حرکت کنید از نام الله تعالی بدون علم سخن نکنید که بسیار گناهی کلان است. شیطان هم اساسا به همین چیز وسوسه می‌کند مردم را. و این یکی از علامت‌های قرب قیامت است که آنهایی که از نام الله تعالی بدون علم سخن می‌کنند بسیار شدی‌اند. هر یک بلاگر از نام الله گپ می‌زند، نصیحت می‌کند مردم را. خب در این آیت اثبات اینکه نفی اثبات آن که الله تعالی حرام می‌کند و نفی شریک با الله سبحانه و تعالی و یگان در دنیا یگان شریکی نیست که الله تعالی به شریک بودن او دلیل نازل کرده باشد. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.